استاد سوال چنین است که آیا آدم میتواند با کوشش و غیرت خودش صاحب فراست شود یا اینکه این تنها تحفه الله است به بندای خاص خودش؟ درست است سوالتون. فراست دو خیل میشد: مکتسب و مهدات، یعنی آنی که از جانب الله تعالی هدیه شده است. یک آدم طبیعتا صاحب فراست، زیرک، یعنی که وی طبیعی الله تعالی داده است براش، همین خیل آفریده شده است. این خیل آدم ها مشاهده میشن. دویم آدم اصلا یعنی که صاحب فراست نه، آدمی زیرک نه، آدمی با عقل نه، لیکن برای با عقل شدن و با فراست شدن کار میکند، مهنت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما العلم بالتعلم، علم با تعلیم گرفتن حاصل میشد. یا آدم ذهنش کند، فهمش کند، شبها تهجد خسته از الله تعالی یاری میپرسد که الله ذهنی مرا کشاده گردان، فهمی مرا فهمو، یعنی که عقلی مرا رسا کن تا بفهمم، حفظی مرا ذکی کن، یعنی حفظی من تیز باشد. دعا میکند و این چنین مثلا بعضی میوه های خشک که برای فایده عقل یا زیرکی فایده میدهد، گفتن طبیب ها اونها استفاده می سبب های گرفته است و برای خودش دستوری با عقلی قانونی، یعنی صاحب فراست شدن را نوشته عمل کرده است. مثلا یکی از مرتبه های رسیدن به عقل این سخن نکردن. اگر آدم بی فهم باشد، این که سخن کند علاکه کی بودنش معلوم میشه باشد، بهترش خاموش نشستن. خاموش نشسته دیگران را گوش کند و این علاکه آبروی او را نگاه میدارد. مادامی که صاحب عقل نیست، مادامی که همینجا گپ زدن او حاجت ندارد، چون که یک گپی میزند که باعث خنده دیگرها و باعث تحقیر دیگرها این را میشد. بهترین حالت خاموش ایستادن و این چنین از آدم های صاحب عقل آموختن، یعنی در نزد آنها نشستن، از حکمت با خبر شدن و با اهمیت دادن و این چنین هم صحبت شدن با این بزرگان، یعنی صاحبان کتاب. لنا جلساء ما یمل حدیثهم الباء و مأمونون غیبا و مشهدا. از علما گفتن ما یک همنشین ها داریم که مراد کتاب ها، الباء زیرک ها، مأمونون از اینها ما در امنیت هستیم، غیبا و مشهدا. خود در پیش کتاب باشیم خاربیم، ما غیبت هم نمیکنه، اذیت هم نمیتید. الباء و مأمونون غیبا و مشهدا یفیدوننا من علم من مضى. از علم گذشتگان برای ما فایده میتید. این کتابا صاحباش میدونید کیا هست؟ مثلا صحیح بخاری، صاحبش امام بخاری، امام دنیا، یا دیگر علما. شما هم نشستی عالم ها هستید، از آنها عقل میگیرید. یعنی در این صورت آدم کسب میکنه فراست را، یعنی صاحب فراست میشد. در حدیث است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن بترسید و با نور الله نظر میکنه. این فراست یعنی داناگی، اگر ساده تر کرده بودیم. بنابراین قاضی ها را میگفتن که آداب قاضی این است که فراست خود را باید کاربست نکند، یعنی فراست خود را کاربست کرده طبق فراستش حکم نکند. یعنی فراستش میگوید که همین آدم دروغ گفته است، همین آدم بیچاره راست گفته است، لیکن حجت شهادت ها همش در دست این است. یعنی فراست که حکم نمیکند. به نظرم این مقصد میفهمد که لحنی دروغگوی، اسلوبی دروغچی را علاکه چشماش پخته شدگی هست. همین تجربه ها نشان میدهد که همین آدم دروغچی، همین آدم خوب نیه، با چشم آدم جدا میکنه. این فراست میگه. لیکن همین فراست خودش که حکم نمیکنه، دلیل به نگاه میکنه. لیکن فراست در دیگر جاهای قضا استفاده میبره. مثلا به نزد یک قاضی دو نفر آمدن، یکی گفت که من از این 1000 دینار داده بودم قرض و پولی مرا تا امروز بر نگرداند.
یعنی عمرو و زید 2 نفر میبیاد میگوید که من عمرو میگوید که من به زید قرض داده بودم 1000 دینار، این قرض تا حاضر نداده است. بعد زید میپرسن که قرض چو کردی، گرفتی یا نگرفتی؟ میگوید که من قرض دادم، این گرفت. این میگوید که نه من نگرفتم. خب بعد قاضی میگوید که در کجا قرض را دادی؟ میگوید در نزد فلان درخت دادم، فلان جا فلان پیشی درخت دادم. بعد میگم که رو پیشی همون درخت رو، شاید تو قرض را میدی همونجا همونجا غلطاندیم. قاضی میگوید. بعد اون آدم میگوید که نه آخه من نغلطاندم، من به دستش دادم. میگوید رو، میگوید رفته همون درخت پیشاش یه بار دیده بیا، گفته میفرستم. و چند مدت میگذرد و قاضی آهسته اینا میپرسد آدمی صاحب قرض که رفت به نزد درخت رفته رسید به فکری تو؟ گفت نه حاله میگوید. بعد کمتر میگوید که رفت، گفت اگر ها رفت. بعد قاضی میفهمد که پول گرفته بود است. برای اینکه درخت کجا میدونه کدام درخت گفتنش دکار، لیکن خوش رو کرده از زبانش برآورد. یعنی گاه بعضی حمایتگرها، بعضی قاضی ها از زبان جنایتکار یا از زبان بعضی شاهدای دروغگو گپی حقه میبرارد. دو تا سه تا سوال آماده میکند. این نمیدونه این آدمی که در روبروی قاضی یا چی ایستاده از آدمی بیفهم است، یک گپ گفت، گپی دروغ گفت، قاضی برای همین دروغش اثبات کردن 2 تا یا 3 تا سوال میتید. سوال یکم میتید، سوال دوم میتید که دروغ آشکار میشه. ای نمیفهمد که این گپش با آن گپش تعارض اومد، زید آمدگیش نمیفهمد. برای این چیزا فراست دکار. یعنی خلاصه فراست کسب کرده میشد. اگر یک آدم حرکت کند صاحب فراست میشد، با تقوا و پرهیزگاری کند، خاصتا از گناه دور باشد و مملوی از ذکر و عبادت اوقاتش پر باشد، ان شاء الله صاحب فراست میشه.